به نام خدا سلام دوستان. نسخه رایگان چت جی پی تی چند تا قابلیت فوق العاده بهش اضافه شده که قبلا شما فقط تو نسخه پولی اونها رو داشتید و اسمش الان گذاشتن چت جی پی تی 4o. امروز میخوام با ذکر مثال این قابلیت‌های فوق العاده و رایگان رو به صورت عملی بهتون آموزش بدم. برید توی chatgpt.com، اینجا سمت چپ بالا روی چت جی پی تی که کلیک بکنید یک صفحه جدید باز میشه. زیر این یک گزینه داره به نام Explore GPTs. این جدیداً به نسخه رایگان اضافه شده. قبلا تو نسخه چت جی پی تی 4 نسخه پولی وجود داشت ولی الان شما اینجا تو نسخه رایگان اینو دارید. الان ببینید اینجا من تو نسخه پلاس نیستم، تو نسخه پولی نیستم، اینجا تو رایگان هستم. روی اینکه کلیک بکنید Explore GPT، این صفحه برای شما باز میشه. اینجا میتونید سرچ کنید، جی پی تی های مختلف رو میتونید سرچ کنید ولی یه گزینه بهتره اینه که از بین اینا اینجا دسته‌بندیشون کرده. انتخاب کنید. مثلا اگر دنبال کارهای پژوهشی و تحلیل هستید اینو میتونید انتخاب بکنید. اینجا جی پی تی هایی که مخصوص کار تحلیل و کارهای پژوهشی هست برای شما نشون داده میشه. یه توضیح هم زیر هر کدومش نوشته که این جی پی تی برای شما چه کار میکنه. جی پی تی در واقع همون هوش مصنوعی اختصاصی هست که کار خاصی رو خوب انجام میده. مثلا این اسکالر جی پی تی ببینید اینجا توضیح داده Enhance Research with 200 میلیون منبع علمی رو در واقع این بهش دسترسی داره و and building critical reading skills و به گوگل اسکالر، پابمد، پاگاهی داده علمی هم دسترسی داره. مثلا شما میتونید اینو فعالش کنید، اینجا روش کلیک کنید ببینید توضیحات اینجا براش داده که این چه کارهایی انجام میده. 4 تا مثالم از بهترین سوالاتی که میتونید ازش بپرسید اینجا نوشته. مثلا ببینید یکیش اینه find the latest research about AI، جدیدترین تحقیقاتی رو که مثلا درباره موضوعی شده شما میتونید ازش بخواید. مثلا همین ازش میخوایم ما. ببینید اینجا دیگه اسمش اینجا نشون داده میشه اسکالر جی پی تی، یعنی شما الان دارید از این سوال میکنید، از این جی پی تی اختصاصی دارید سوال میکنید. خب ببینید 10 تا مورد رو اینجا لیست کرد، برای هر کدوم رفرنس داده. این گزینه رید مور هم اینجا دارید. خب اینجا الان روی این کلیک کنم گزینه‌های مختلفی باز میشه. مثلا این اباوت های بزنید راجع به این جی پی تی به شما توضیح میده. اینو بزنید نیو چت باز میشه و گزینه‌های مختلفی اینجا داره. شیر هم میتونید بکنید این صفحه رو با بقیه. حالا دوباره بخوام برگردم به خود چت جی پی تی، این گزینه چت جی پی تی رو که بزنم اینجا دوباره برمیگردم به ببینید اسکالر جی پی تی الان اینجا اضافه شد به این لیست. اینجا میتونید حذفش هم بکنید، اینجا این پنهانش کنید hide from site. این جی پی تی ها رو علاوه بر اینکه اینجا دسترسی دارید، این سمت راست هم شما میتونید اینجا دسترسی داشته باشید مای جی پی تیز. اینو که بزنید دوباره همون صفحه باز میشه برای شما. ببینید اینجا برای رایتینگ نوشتن هم جی پی تی داریم، برای پروداکتیویتی، برای ادویکیشن جی پی تی داریم، برای موضوعات مختلف اینجا میتونید سرچ کنید و از این جی پی تی های تخصصی استفاده کنید. بنابراین خروجی پاسخهایی که چت جی پی تی نسخه رایگان الان داره به شما میده با چند ماه پیش خیلی متفاوته، چون میتونید از این جی پی تی ها یا هوش مصنوعی تخصصی استفاده کنید و پاسخها کیفیتش به مراتب خیلی بالاتر خواهد داشت. چت جی پی تی خیلی جذابی که وجود داره بزنیم با هم ادامه بدیم کار کنیم. ببینید روی اینکه کلیک کنید یه جی پی تی خیلی خوبی که اینجا هست، این رید مور رو که بزنید مثلا این وب بروزر هست که اینو اگه بزنید توی وب برای شما سرچ میکنه، یعنی اطلاعات جدید رو که تو همین ساعت‌ها و روزهای اخیر هست رو هم برای شما میاره. زمانی که سوال شما طوریه که میخواین توی وب هم برای شما سرچ بکنه، این از این میتونید استفاده کنید. یا اینجا کار دیتا آنالیسیس رو با این میتونید انجام بدید. این جی پی تی برای شما ویدیوهای یوتیوب رو خلاصه میکنه و میتونید چت کنید با ویدیو از طریق این، یعنی لینک ویدیو رو میذارید ازش سوال میکنید، با توجه به محتوای اون ویدیو سوالات شما رو جواب میده. از طریق این جی پی تی میتونید با پی دی اف ها چت کنید، پی دی اف رو بهش بدید و سوالات خودتون رو بپرسید، از تو این پی دی اف به شما جواب میده. این کانسنسس و سای اسپیس هم برای پیدا کردن تحقیقات با کیفیت و کارهای لیترچر ریویو و سرچ مقالات خیلی مفید هستن. تغییر دیگه‌ای که اتفاق افتاده دوستان، قابلیت آپلود فایل توی نسخه رایگان چت جی پی تی که قبلا نبود. قبلا تو نسخه پولی بود فقط. اینجا ببینید این گزینه رو اگر شما کلیک کنید هم میتونید خودتون فایل آپلود کنید از تو کامپیوتر خودتون اینجا و راجع به اون فایلی که آپلود کردید در واقع سوال ازش بپرسید یا ازش بخواید که مثلا فایل شما رو خلاصه کنه، نکات مهمش رو بگه، ترجمه کنه یا کارهای مختلف. به گوگل درایو خودتون هم اینجا میتونید وصل بشید. این گزینه رو که بزنید ببینید اینجا وصل میشه به گوگل درایو شما. حالا میتونید مثلا بهش بگید یه مقاله رو انتخاب کنید، اینجا یه مقاله است اینجا آپلود شد. حالا میتونم مقاله انگلیسیه بهش بگم که مقاله رو از زبان فارسی خلاصه کن و نکات مهم آن را توضیح بده. خلاصه داره میکنه ولی به زبان فارسی این کارو نکرد و گوش به حرف نیست واقعا. من گفتم به زبان فارسی ولی داره به زبان انگلیسی خلاصه‌اش میکنه و حالا اینو میتونم در ادامه میگم به فارسی ترجمه کنم. این گزینه کرییت همچنان فقط برای نسخه پولی فعاله و اینجا روش وقتی کلیک کنید موستون رو که میبرید روش اینجا میگه که فقط برای نسخه پولی فعاله. اینجا در واقع شما میتونید هوش مصنوعی اختصاصی خودتون رو راجع به مثلا یه موضوع پژوهشی خاص یا یه موضوع خاص بسازید و داده بهش بدید، بر اساس داده‌های شما پاسخ‌های دقیق‌تری میده. خب اینو بعد نسخه پولی رو بخرید. اینجا هنوز فعال نشده برای نسخه رایگان. ولی اینجا روی این اکانت خودتون که کلیک کنید یه قسمت کاستومایز چت جی پی تی هم داره که قبلا هم بود البته.
اینم برای پروژه‌هایی که مهم هستن اینو میتونید فعال کنید. یعنی چی؟ یعنی یه سری اطلاعات مهمی رو از شما میگیره اینجا. ببین سوالاتی که شما میتونید در واقع پاسخاشو بهتر اینجا بنویسید اینجا براشون طرح کرده. غیر از این سوالات میتونید سوالات دیگه ای هم که مطالب دیگه ای هم که احساس میکنید مرتبط به این پروژه شما اینجا براش قرار بدید تا پاسخهایی که در نهایت به شما میده پاسخهای دقیق تری باشه. به این سوالام اینجا پاسخ میدید. اینجا کلیک کنید اینا در واقع اینجا نشون داده میشه. این موارد رو میتونید اینجا بنویسید. به فارسی هم میتونید بنویسید و اینجا سیو بزنید. تغییرات بعدی دوستان توی ستینگ اینجا برید رو این بالا سمت راست روی اکانت خودتون کلیک کنید، ستینگ رو بزنید، این صفحه باز میشه. تو این قسمت جنرال خب این بالا شما میتونید رنگ صفحه رو تنظیم کنید. مثلا میتونید بذارید روی دارک. مشکی میشه کلا. بعد در ادامه میتونید ازش بخواید که آیا کد هم به شما بده وقتی دارید تحلیل داده انجام میدید، آیا به شما کد بده یا نه. اینا اگه فعالش بکنید به شما کد هم میده. میتونید غیر فعالش هم. زبانش رو اینجا میتونید تعیین کنید. هنوز زبان فارسی اضافه نشده. من خودم توی اتو دتکت میذارم که اگه به فارسی هم در واقع ازش پرسیدم جواب بده، ولی اگه خواستین فقط انگلیسی بپرسین رو انگلیسی هم میتونید بذارید. این قسمت شما آرشیو میتونید بکنید چتاتون رو، یعنی اون چت هایی که باش کردید و مهمه براتون که داشته باشید اینجا میتونید آرشیو کنید، اینجا نشون داده میشه. مثلا اینو من میبندم، میام اینجا فرض کنید این چت رو انتخاب میکنم، اینجا گزینه رو میزنم، آرشیو رو میزنم، این آرشیو میشه. وقتی بیام اینجا توی ستینگ توی آرشیو چت که برم منیج برم، اینجا میبینید این داره نشون داده میشه، قشنگ تاریخ هم زده و اینجا میتونید دوباره آن آرشیوش کنید، از آرشیو خارجش کنید یا حذفش کنید. این گزینه هم که مال زمانی که شما میخواین همه چت هایی که داشتین رو آرشیو کنید، این گزینه رو بزنید همه آرشیو میشه. دومی صدا رو شما میتونید تغییر بدید، یعنی پاسخهایی که به شما میده شما میتونید یه گزینه داره که برای شما میخونه دیگه. من روی یکی از این چت ها کلیک کنم، ببینید پایین این جوابی که به شما داده شما میتونید گزینه رو بزنید برای شما میخونه. پاسخی که داده میخونه. اینجا میتونید ردش کنید، اینجا پاسخ رو میتونید کپی کنید، اینجا میتونید بگید دوباره پاسخ بده و اینجا تو قسمت ستینگ این صدایی که برای شما میخونه اونجا میتونید تغییر بدید. این گزینه رو انتخاب بکنید، از هر صدایی که خوشتون میاد همون انتخاب کنید. این پلی هم که بزنید نمونه صدا رو براتون پخش میکنه. این قسمت دیتا کنترل، داده هاتون رو باهاش در واقع مدیریت میکنید. این گزینه رو اگه اینجا فعال کنید، کاری که میکنه اینه که در واقع شما بهش اجازه میدید که از طریق چت هایی که باهاش میکنید این به تدریج خروجی چت های شما رو میاره و ترین میکنه خودشو، میآموزه از این سوالایی که ازش کردید و پاسخهایی که داده و در طول زمان هم چت جی پی تی ترین میشه، قوی‌تر میشه، هم شما رو بهتر میشناسه و از چت هایی که قبلا باهاش کردید استفاده میکنه برای اینکه سوالات بعدی شما رو بهتر جواب بده. اینم گزینه شیر لینک که میتونید منیجش کنید. در واقع لینک هایی که شما میتونید بسازید از چت ها اینجا میتونید منیج کنید. این گزینه کل دیتا هایی که داشتین سوال جوابی کردین رو میتونید اکسپورت کنید و به ایمیل شما در واقع ارسال میشه. در قالب یک فایل به ایمیل شما ارسال میشه. اینجا توضیح دادم. و لینکش هم بعد از 24 ساعت اکسپایر میشه، از بین میره. این گزینه بعدی بیلدر پروفایل، این برای نسخه پولی بیشتر و زمانی که شما جی پی تی درست بکنید تو نسخه پولی، اینجا اون جی پی تی خودتون رو میتونید یه سری تنظیماتی براش انجام بدید. کانکتد اپس در واقع گزینه‌ایه که شما میتونید گوگل درایو خودتون رو یا وان درایو خودتون رو یا مایکروسافت وان درایو خودتون رو اینا رو میتونید فعال کنید طوری که این در واقع بهش کانکت میشه. زمانی که اینو فعال بکنید اینجا این گزینه رو که بزنید در واقع اینجا میاد تو لیست اضافه میشه. ببینید الان گوگل درایو رو من فعال کردم، کلیک بکنم به گوگل درایو من وصل میشه. از تو گوگل درایو میتونم فایل آپلود کنم اینجا. ببینید میتونم برم اینجا این فایل‌ها رو آپلود کنم و اینجا سوالم راجع به اون فایل‌ها بپرسم. من برای پرامپت نویسی چت جی پی تی یک پلیلیست درست کردم که دوستانی که میخوان با چت جی پی تی واقعا کار کنن و یه استفاده بهینه از چت جی پی تی داشته باشن، به نظرم اون پلیلیست رو حتما ویدیوهاشو ببینن. لینکش رو این بالا براتون قرار میدم. خب یه گزینه دیگه هم اینجا اضافه شده. ببینید اینجا این کلیک رو بزنید یه تمپورری چت اضافه شده. اینو اگه بزنید سوالاتی که نمیخواین اینجا برای شما ذخیره بشه، یه سوال خیلی مثلا گذری سری میخواین بپرسید و پاک بشه، از این گزینه استفاده میکنید و دیگه اینجا ذخیره نمیشه. خب دوستان قبل از اینکه ادامه بدم، اگر مطالب ویدیو مفید بود لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و لایک رو بزنید، ویدیو رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. از این طریق شما کمک میکنید که ویدیوهای ما بازدید بیشتری بگیره و انگیزه ما برای درست کردن ویدیوهای بیشتر و با کیفیت‌تر تقویت بشه. در ضمن ما مطالب متنی رو غیر از ویدیو راجع به هوش مصنوعی، کاربردهای هوش مصنوعی در پژوهش، آموزش، مدیریت، کسب و کار و فعالیت‌های روزانه توی کانال تلگراممون هم به اشتراک میذاریم. لینک کانال تلگرام رو توی دیسکریپشن زیر همین ویدیو قرار دادم، میتونید عضو بشید. کلا ببینید برای که تغییراتی که تو چت جی پی تی اتفاق میفته شما آپ تو دیت به روز باشید، یک قسمتی رو بهتون معرفی میکنم. از طریق این صفحه شما میتونید آخرین تغییراتی که تو چت جی پی تی اتفاق افتاده رو در واقع بهش دسترسی داشته باشید. ببینید برید توی صفحه help.openai.com، این بالا آدرسش هست. این صفحه باز میشه. خب قسمت‌های مختلف داره. این قسمتش چت جی پی تی all things about چت جی پی تی. روی این قسمت کلیک کنید. 186 تا مقاله اینجا شرکت اوپن ای آی در مورد چت جی پی تی قرار داده که تیتراشو بخونید، ممکنه بعضیاش به درتون بخوره. ولی یه ذره این پایین‌تر این گزینه چت جی پی تی ریلیز نوتس، روی این که کلیک کنید
آخرین تغییراتی که توی چت جی پی تی اتفاق افتاده اینجا لیست کرده. ببینید مثلا این چت جی پی تی 4 رو اینجا گفته 13 می، یعنی همین حدود یه ماه خورده پیش اینجا اطلاع رسانی کرده و اینجا یه لینک هم داده که روی این لینک شما کلیک کنید ببینید introducing GPT-4o. تمام در واقع ویژگی‌هایی که این GPT-4o داره اینجا توضیح داده که مهماشو من براتون گفتم، ولی کلا ایناست که مهماشو من براتون امروز توضیح دادم.